خواهش دارم که همین خواهرام هم همین من قطعی و اقدام تو قناه برد بگم دیگه زنونه نمیکسم سایدی یک خانم گرم شون کنم همین بوده که من همین دیگه هیچی ندیدم برادر از دست شما که هیچ کی نیومد دمون لایک کامنتارتون انشالله که همه خواهر در یارده میشه همه جانی ما این اوحال شد این قدر وزمینه مادر میبرم یاره یکم جوش کار نمیکنم های روا ندارم که بیرون برویم افراد دارم خوب گرم شیرم که تو میگیده نبرم نوار یعنی که از پسترانیت میشوه پهن میشوه انشالله که از شخصی که دستگیری شده اون نمیمونم که مقصد چند جاکش در میکنه خوش می ای استاد گوشی همین برادران برسن این تیموس دم آواده بچه های منو به نظر گیرید مرسوی به خونه کنه که دیگه ظلم نمیرسه برادرایی که حرمت میکنین احترام میکنین برادر جانا کدامید که میخواین پدر و مادر حج روی کنین و برادرایی که اگم اکوتون خواهرتون خصوصا کسی باشنش برادرها من در اینجا سبب میشم برادرایی که میخواین روی کنین ما جوابگار مرحمت نمرو میبرویم برادر ده زنگ بزنین یکی بنام فیرماهای زمزم عمر برادرمون در خدمت های میبره حج شلو به امر خدا میگیره میوره و برادرایی که میخواین گرانیت صبرین حاضر گپ چپلیش نزیاتیش دگه مسئله دکمی قطعی برادرو گوش کنین پروردگار خودش از یگم چیز نترسین الله خودش برادر عزیز زنگ بزنین میرین ایشالله به امر خدا ساق و سلامت مین یگم ایده یقین نکنین همش خوب است رزق ما در دست پروردگار است در دست هیچ کنیست دیگه السلام علیکم برادر عزیز چخیلین سوزاکین خوباکین خداوند ساز باشین تین باشین برادر و اپو خوارو خواهش میکنم همین نوارا پهن کنین که اشتو به لایکش مونین کامنتاریش مونین یک رفیق داد رویش که یک شنوس داد رویش که اشتو به که همین برگوشی همین برادرو برسه التیموس ده برادرو از دست شما که هیچ کی نیومد دمون لایک کامنتارتون انشالله که همه خواهر در یارده میشوه نوار یعنی که از پسترانیت میشوه پهن میشوه انشالله که از شخصی که دستگیری شونه کنید من لازم میدونم که حالت مردم مهاجر در مهاجرت مردم غریب یعنی که در مهاجرت عین حالت چون خوب نیست حالت خود چون بیچاره و ازمین است نه هست انسانایی که انا دستشون میرسه التماس همه را پهن کنین خداوند هیچ کسا خداوند یگم انسان یگم مسلمان به جونه یورا نرسونه سبحان الله فرزندکوش نگاه کنی که خیلی است برادر عزیز پروستا بینین ده برادر خدا نگهبان تو باشه زنده باشیم برادرایی که قدر میکنین برادرایی که حرمت احترام میکنین پهن میکنین الله برکتتون تا زنده باشین همین سبب ما با همین چیز را فهمیدیم دیدیم ما سوخ ما اومدیم پیشموکی حرکت کنیم همین جیانکای معیوبی ما را اگر یا مردک باشن کار کنن هیچ وقت شما منتظر هیچ کنه نمیشوی نه که ما نفرو برادرای هستن که در کار خیر مثال سعی شما بگیم که دریغ نمیدونن همین سبب یگم کمبودی مشکلی داشته باشه گپ زنی برادرها که مقصد کمبودی شما را برطرف کنن 18 سال همین حاله 18 سال شد نمیره نگاه داریم یگم کار بردم میکنی فقط نمیدونم باید این خورد و خوراک چه خیلی حرفا جون خورد و خوراک پنسیشون بای میگه خوار میوردم میکنم هر خدا را شگیری دولت حکومتی با پنسیه میتونه خدا را شگیری خداوند همه وقت حکومتی ما را نگهبان باشه تا همه بیتونه یا همه بیتونه همه خواهش دارم که همین خواهرام هم همین من قطعی و اقدام تو قناه برد بگم دیگه زنونه نمیکسم سایدی یک خانم گرم شون کنم همین بوده که من همین دیگه هیچی ندیدم پای روا ندارم که بیرون برویم افراد دارم خوب گرم شیرم که تو میگیده نبرم زری من دیگه نمیرسه همین قبر سکیدم اینجا نگاهشون کنم همه قوارزو دارم که همین یاردم کنن همین فرزند کن سایب یک خونه گرم شون که همین زمستان یک نکنن خونه دارم که روان دوانیسو گرم شون فقط اینجا شیشتکی خوب خیلی که همین مرن بپری کلاموشه چند باری دیگه یک شده خوبش چیلی کمیشم گزیدن کلاموش گزیدن؟ تو
ما وردیم که پیشک آورده که کلمشو را بگیره اگه بینه برادرها که دو درک ما بیچاره یا دستش مثال برداشتن میتونه که یک کلمش بزنه یک کنه و اصلا کلمش دادهش میدروه میترس میگه انشالله به طرف نباشی برادرها اما کسی یک جویا شمیم اپا جانا دستگیری کنیم روز دیگه با پای سروینوز مرا طوری چند ماه شید گفتیسه که یک بریم یک جویا یک ویدیو کنیم که به حد مشکلی سخت دارن خداوند که همین روزا بوده اپا مونا میشول اپای دیلسوز سخن کرد سخنش نشکستیم اومدیم یک جویا میشیم خدا خواهد که ما همون روزا انتظار میشیم که می اپا مونا در خونه که نوشون بدروریم عبدالله جان چی گفتن یک کوشا؟ خدا برکت چوندی عمر درست چوندی آمین خداوند برکت عمر درست چوندی همین عبدالله جان دو درک ما را صاحب خانه کنیم محمد جان همین قبول داریم که همین کاری است صاحب خانه کنن زور دلم نشید که پرتم شد جگرم چی خیلی شد در همین قجا زندگی میکنی نه؟ همین قجا همون دختره که خداوانی صفتی اگر نخیش دورم یک هم تشی اردمون میکنه همه ایران رومون بزرد داشته یک بار نمیگن که همین برده هزینده خیلی نشن انشالله صاحب خانه میشن در ماه شریف رمضان ای دهه مغفرت داری خدا یکی میبینی که یک شهر بچه توجیک گرفته همین ده دادرک ما را صاحب خانه هم در کرد برادرای عزیز ما همی ویدیوی مادر عزیزه همراهیم دادرکو در یوتیوب کانالی بابوی لنگری میمونیم در این پادپیسات کنه یک جویا شوی خدا خواهد ما همون روزا انتظار میشیم یکی میبینی که پیش عید میدروریم در خانه خشون ایدگردک میکنن و خیان خدا خواهد انشالله حرکت کنیم که همین روز عید در خانه خشون باشه دیگه چی میپرسی هر کسی که یک سهمی خچه در دادرکوی ما میگذاره یک اسامونا اجرش پروردگار در دهه مغفرت میلیون میلیارد خدا خواهد خاطر خدا به طرف نباشین در این ماه مبارک بین همه کسا میشیم همین مادر خطی هم دو بچه مایه بش که خونه ندارن در یک نمی برکن که همه جا شکوفه کلموش میداره نه چند طوری چند سوی زندگی میکنن ایجوره میشنن بایی ککو پدر ندارن بین همه کسا میشیم همین ککو را دستگیری میکنیم این نمبر تلفن خودشون میمونیم در همین تلفنشون دوشنبه سیتی الف دار رقماتون چنده افهم 919 سلام دیگه 919 87 69 75 همین نمره در هم دوشنبه سیتی داره هم الف داره هم واتساپ داره میتونن که با بینه کودککو را انا دستگیری کنیم کدامی میخواه بیایین رقمای تلفنشون گفتن اپا کارتوشون دانو میخچونه همش رقمای تلفنشون دانو میخچونه آدرسشون میگیری روز همینجا میبیه با مقصد چی مشکلی داشته باشن از پیش خودم قطعشون رو برو میشن های مادر یا دعا بتیشون مردمی خیرخواه پروردگار که خداوند همش برکت یا عمری درست یا پروردگار در دل همش ایمون انصاف داره که بچه‌های منو به نظر گیره خدایا خداوند بچه‌های منو به نظر گیره مرسوی به خدا که دیگه ظلم نمی‌رسه زیرنا شیخ خدا جون میشه همش مهربونه یا بردارمشون ببینن احوال یک بار میبینه که همین در 600 هنتی مثال شما ببینه که برای چی سهم میگذاره نه محمد جانی ما این احوال شای نه قدر وزمینه مادر میبرم یاره یکم جوش کار نمیکنه مونشون اینه دو درک عزیزی ما وزمینه مونشون دو درک با سخت برداشتن نمیشه که چند جا در میکنه خودم بردارم خدا جان اون نمیمونن که مقصد چند جاکش در میکنه مانشون خوش میگه ای استاد ایرا بو سر ششتانش باید حالی زوره های به غازی خودم باید هیچ کسر ششتان نمیتونم اینشالله مردمی خیمون مردمی بهترین مردمی توجیک علاقه ده همین رمضان این خدا را شده سه آدمی که بگیم به حدم خیلی نیازمند بود صاحب خانه شید همه در حق شما در کلی مردم تاجیکستان دعای بهترین داده با یوشان ببینیم انشاءالله که با در حقتون دعا میکنیم هر دعا میکنیم در حق شما خدا من عمری درازی به برکت چوندیا در کسب کارشون به برکت یا با عمری درازی به برکت چوندیا در کجای بشه خدا من نگهبانشون باشه